سر شب به دل قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند و نه نادری. میر تیمور خان فرزند ارشد میر مظفر کبیر ابن امیر شاه فردی خان، واپسین فرمانروای زاگرس، به گواه اسناد در برهه‌ای از تاریخ و به یادبود خدمات اولادش در کنار مظفر علابه نامی، سرکرده الوار و فرمانده فوج زنبورکچی‌های افشار، در زمانی که مصادف بود با کشورگشایی‌های نادر به سالهای 1148 و 1150 هجری، اقلیم اجدادیشان را به مقصد سرزمین‌های غربی کبیرکوه در اقلیم روستاهای میر تیموری، چمقلا، چمحوس، چمزرشک، ماهیدشت و حوزه کوهدشت وداع گفتند. گویاست که سالها بعد از میر تیمور خان اولادی به نامهای پرویز، غلامعلی، محمد ولی و ولدبیک بر جای مانده که هر کدام آغازینه و سرسلسله قومی و تباری در حوزه اقلیم کنونی خیش بودند. آنسان که مشهود است، 3 تیره دیگر نیز در آثار معاصر از دیگر طوایف میر به آنها پیوسته و مهاجرت‌هایی در این میان صورت پذیرفته است که شرح اعقاب و انساب این تیره ها چنینند: هوزبیک ها. در فرهنگ عامه هوز را متشکل از چند خانوار و بیک یا بگ را به مصداق بزرگ و بگزاده خوانده که بعضاً آنها را از اعقاب میر تمرخان، فرزند ارشد و یکی از 12 اولاد میر مظفر دوم دانستند. عبدالملکی یا اولمکی ها. طبق گواه عالمان، انساب و رجال عبدالملک نواده میر اصلان و نیای اولمکی های تنگ گرمه و لرینی ها نیز به گواه اسناد از اولاد میر دارا بیگ برادر میر مظفر دوم ابن میر محمد رضا نبیره میر مظفر کبیر ابن امیر شاه فردی خان بودند. منبع: کتاب 3 جلدی امرای ماداکتو به تألیف دکتر شهلا مظفری، کتابخانه ملی. میزنم